بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز و مخلصان برنامه ما، پیش از همه تشکر از یک شما عزیزان که تحمل شنیدن حق را دارید و اگرچه قبول نکنید هم اون چیزی که حق است می توانید گوش کنید و می توانید بشنوید، برای اون که یک زمانی هست که خیلی زیادی ها حتی اون چیزی که مثل آفتاب روشن است نمی توانند ببینند و یا قبول کنند. و امروز همراه شما عزیزان درباره شناخت خیانت و اهل خیانت و علل خصوص شناخت خائنان زمان صحبت میکنیم. چطوری که دیده استادید یک زمان گشته است به یک زمان روبرو شدیم که اکثریت آنهایی که اهل خیانت هستند درباره خیانت صحبت میکنند و درباره کی خائن بودن و کی خائن نبودن و گویا که آنها خود فقط امانتدار هستند، اهل وفا و اهل عهد پیمان هستند که درباره خائنان خیلی زیاد از زبان آنها شنیده می شود. پیش از آن که وارد برنامه شوم عزیزان، می خواهم حدیثی را به سمع شمایان رسانم، حدیثی که گویا که از جامعه امروزه جهانی علل خصوص جامعه امروزه تاجیکستان خبر می دهد. آن هم حدیث در ابن ماجه است، حدیث ابو هریره رضی الله عنه در مسند امام احمد هم هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند سیأتی علی الناس سنوات خداعت، زمانی می شود که سالهای پر از فتنه به مردم می رسد، سالهایی که در آنجا خیلی فتنه و خیانت زیاد است. یصدق فیها الکاذب و یکذب فیها الامین، سالهایی که هر کسی که راستگو هست او را دروغگو میگویند و هر کسی که دروغ میگوید او را میگویند تو راست قول هستی. و یؤتمن فیها الخائن و یخون فیها الامین، سالهایی که آنی که خائن است میگویند این اهل وفا است، این آدمی خوب است، این اهل امانت است، و برعکس این و یخون فیها الامین، آنی که اهل امانت هست میگویند او خائن است. و در دوامش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند و ینطق فیها الرویبده، و در آن سالها، در سالهایی که پر از فتنه و فریب است، رویبده به سخن می درآیند. در همه جا رویبده ها سخن می کند. و البته صحابگان می پرسند که پیامبر الله رویبده مگر کیها هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند رجل تاف یتکلم فی امر العامه، مردی پست و رذیل که عموما نه علم دارد نه جایگاه دارد نه عموما یک یتکلم فی امر العامه، درباره عامه صحبت میکند. یک دقیقه عزیزان. خیلی معذرت میخوام عزیزان. و در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند و ینطق فیها الرویبده، و رویبده به سخن می درآیند. وقتی پرسیده می شود رویبده کیها هستند، پیامبر میگویند رجل تاف یتکلم فی امر العامه، مردهای توفی، انسانهای رذیل، آدمهای پست و پوچه که هیچ خبری از علم ندارند، هیچ خبری از مردانگی و از وجدان و از شرف ندارند، درباره جماعت صحبت میکنند، درباره اموری که به جماعت رابطه دارد، کارهایی که آن به جمعیت رابطه دارد برآمده سخن میکنند. مگر همان زمان نرسیده است که امروز میبینید
یک نفری که به خاطر اینکه به ملتش میسوزد، به هموطنش میسوزد، به زمینش میسوزد، وقتی برآمده چیزی میگویند، یک بار فرداش علل خصوص در داخل تاجیکستان باز یک سیمای خیانت یا باز کشف شدن یک نفری خائنگویان او را اعلان میکند. و اینچنین نفرهایی که بر علا آشکارا ماهتاب را میگویند نه این ستاره هست، آفتاب را میگویند نه این ابر است، مردم میگویند این راست میگوید. یعنی اکثریت این گونه هستند. و از همه عجیبش رویبیده ها هم خیلی زیاد هستند درباره امور ملت تاجیکستان، درباره کارهایی که به دین و اهل دین رابطه دارد. یک نفری بیسواد در دست بلند گوید در بین 1000 و 2000 شاید، یا در جلوی دوربین در پخش های مستقیم صحبت میکند، در حالی که شاید در عمرش به دست کتاب نگرفته باشد، شاید در حیاتش نه تاریخ تاجیکستان نه تاریخ جهان یا عموما درباره تاریخ و پیشروی های کشورها خبر نداشته باشد و شاید هم تاجیکی صحبت کرده هم نتواند که او میبراید و درباره کارهایی که به ملت و به امت رابطه دارد صحبت میکند و گویا که امروز عیناً همان زمان رو داریم من و شما از سر میگذرانیم که چی بسا دروغگوهای هستند که آنها را راستگو قبول کردند و چقدر زیاد هستند اهل صدق، چقدر نفرانی هستند که راستگو هستند اما به جرم خیانت یا کنج زندان هستند یا دور از وطن و در مهاجرت. و این حدیث گویا که درباره ملت امروزه ما صحبت میکرده باشد. اما درباره اینکه موضوع امروزه ما درباره خیانت است، پیش از همه معنای خیانت عکس امانت داری هست. خیانت یعنی فریب کردن، قبول نکردن حق و پوشیدن حق، یعنی حق را بر علا پوشیدن و قبول نکردن آن و فریب دادن است. و خیانت های اولیوی هست که زن یا شوهر به یکدیگر خیانت میکنن یا فرزندان حتی به پدر و مادر خیانت میکنن. و خیانت بین دوستان هم هست که دوستی دیروزه ای تو امروز می آید از پشت تو کارت میزند و خائن یعنی در خانه تو بود یا اینکه دوستی نزدیکی تو خائن بود و بیخبر بودی. خیانت در مال هم هست. یعنی نمودهای خیانت در زندگی زیاد هست، اما موضوع امروزه بنده درباره خائن جامعه یا خائن ملت یا آنهایی که به مردم خود، به اطرافیان خود، به جامعه خود، به ملت خود، به وطن خود خیانت میکنند. کیها هستند؟ چگونه آنها را باید شناسیم و چگونه می شود یک نفر را با جرم خیانت تهمت زد در حالی که او اهل امانت است و این چه زمانی هست که به سر ما آمده است. چه خیلی که گفتم خیانت این فریب کردن مردم است. وقتی بر علا مال مردم را می دزدند، با بهانه این و یا آن اموال مردم را صادر می کنند، وقتی بر علا حق مردم را می خورند و اینچنین وقتی بر علا آن چیزی که حق هست پنهان می کنند و میگویند نه ما همیشه با خبرهای خوش زندگی داریم، خبرهایی که مصیبت است یک سو گذارید. و وقتی که درباره مشکلی های تاجیکستان صحبت می شود یا عموما درباره مشکلی صحبت می شود، میگویند اینها همه دروغ است، اینها به خاطر زهرآلود کردن مینه سر مردم است. بدانید که انا این خیانت است. انا این خیانت آشکار است وقتی شما حق را پنهان میکنید. انا این خیانت است وقتی دیده و دانسته حق مردم را، حق هموطن و همسایه خود را، حق کارگران خود را میخورید و این چنین به بهانه این اون پول مردم را، مال مردم را یا به بهانه دیگر کردن حجت یا به بهانه اندازه یا چیزی دیگری که خیلی راههای دزدی زیاد است و چی بسا هر روز یک قانونی هست که با آن باید مردم بیچاره پول سپارد و این را میگویند خیانت. یعنی خائن نفری هست که حق من و تو را میخورد، خائن نفری هست که حق هموطن خود را میخورد، خائن نفری هست که موضوعهایی که به ما رابطه دارد نمیخواهد درباره‌اش روشنی انداخته شود و خائن نفری هست که فقط
از بهری خود و برای کیف خود و برای سرخوشی خود به همه کار او قادر است که قدم زند. برای همین میگویند انسان‌های خیانتکار اساساً با دو سبب خیانتکار میشوند. اولین خیانت، یعنی سبب اولش این است که برده مال دنیا هستند، به خاطر نعمت‌های دنیا، به خاطر دو روزه حیات دنیا، به خاطر قصر و به خاطر پول و به خاطر دیگر لذت‌های دنیا و تمام خیانت آماده هستند. می توانند بکشند، می توانند فریب کنند، می توانند بدزدند، می توانند سفید را بر علا سرخ نشده شرم نکرده سیاه گویند. این اولین قسمشان یا اولین سبب خیانتکار بودن است. دوم نمودش این که ضعیفی، ناتوانی، ترسوگی، آنهایی که با قوت خود، با حرکت خود پیش رفته نمی توانند، با راه خیانت، با راه دزدی و فریبگری و رشوه ستانی یا اینکه با راه نفر را فروختن و جاسوسی کردن یا اینکه خائنی را طرفداری کردن آنها پیش می روند. پس اینجا هر جایی که دیدیم که در بین مردم بر علا به خیانت آمیخته است و دزدیدن و فریب کردن و چیزهای دیگر، یکی یا به خاطر پول و مال این را میکند یا اینکه به خاطر آنکه ضعیف و ناتوان است، دیگر چاره برای زندگی کردن و یک قدم به پیش ماندن ندارد. اما عجیبش این است که یک چند سال پیش بود، گمان میکنم شاید 3 سال باشد، در شبکه‌های اجتماعی علل خصوص در فیسبوک بود که پس از آن من دیگر وارد آن نمیشوم، یک ژورنالیست، آن هم خانمی که شاید 24-25 ساله است، درباره یک مدرسه که تقریبا 60-70 دخترک در آنجا تحصیل میکند و تا 10 نفر استادان هست، یک مقاله آماده کرده بود، هم نوار بود هم نوشتجات بود که گویا که آن 70 نفری که در آن مدرسه هستند همه بیراه هستند و استادانی که در آنجا هستند همه آنها هم نفرهای تجاوزگر و پناه به الله چیزهای دیگر بود. و من وقتی مقاله رو خواندم و 100% شاهد آن همه مدرسه بودم و در آنجا هم تحصیل کرده بودم، و آن خانم نوشتم که خواهر عزیز، مگر انصاف داری؟ مادر هستی، زن هستی، خجالت نمیشوی 70 نفر رو یک و یک باره تهمت زنی؟ و آن نفرانی که در آنجا استاد هستند، سن و سالشان الکی بالا هست، آنها را هم با تهمت تجاوز و چیزهای دیگر نوار آماده کنی، بنویسی، در حالی که هر چیزی که گفته ایستاده دروغ است، هیچ اساس ندارد. به خاطر چین همه دروغ، به خاطر چین همه فریب؟ مگر دنیا فقط 2 روزه است؟ مگر فقط با همین کسب ژورنالیستی تو میتوانی بخوری که اینقدر به گناه، اینقدر به شرمندگی، اینقدر به دروغ و رذالت قدم زدی؟ اولین چیزی که از آن خانم شنیده شد میگوید تو یک خائن هستی و من با شما بر این خائن ها صحبت کردن نمیتوانم، یعنی نمیخواهم اصلا با تو بر این خائن ها صحبت کنم. اینجا خائن بودن من فقط از آن بود که دفاع از خود کردم یا دفاع از خواهران دیگر کردم، در حالی که اینجا مثل روز روشن بیان است که خائن کی هست، کی دروغ میگوید، کی فریب میکند، کی به خاطر معاش 1000 سامان و 1,500 سامان آن همه دروغ، آن همه تهمت را بالای یک نفر هم نه تا 100 نفر میتواند روا بیند تا که او یک مقاله آماده کند که آن را هم نمیدانم به خواهش کدام کرسی نشینی بود. پس اینجا عجب زمانی شد وقتی از حق خود دفاع میکنند یا بعضی برادران عزیز یا خواهران عزیز از کدام گروهی مخالف نباشند یا غیر مخالفه که برادرانی که ژورنالیست باشند یا چیزی دیگر باشند، وقتی میگویند ما دیگر طاقت کردن نمیتوانیم، باید از حق گفته شود، باید از حقوق مادری که دادش به جای نمیرسد، از حقوق برادری که حق او را خوردن، زمین او را گرفتن، از حقوق کودکی که در کوچه است و باید مکتب بخواند شرایط ندارد گفته شود، میگویند این انسان خائن است. یعنی خائنی کی هست؟ خائنی چی است؟ به خاطر کی خیانت کرد؟ مگر اصطلاح خیانت امروز زمانی رسید که اونی که از حق میگوید یا از حقوق شخصی خود دفاع میکند ما به یگان ترس خجالت برایم و بگویم انا این خائن است. و چیزی دیگر که بنده را تا اندازه به حیرت میگذارد این همکاری کردن است. در شریعت اسلام وقتی میبینیم
در قرآن کریم الله میگوید ولا تکن للخائنین خصیما، تو هرگز دفاع کننده خائنان نباش، تو هرگز طرفدار خائنان نباش. اونی که فریبگر است، اونی که حق میخورد، اونی که یعنی خائن است، هرگز طرف او را نگیر، هرگز از او دفاع نکن. برای اون که دفاع کردن از یک انسانی مجرم یا از یک نفر جنایتکار خود جنایت است. ولی اینجا بعضی ها اگر میگوین خیر ما چی کار کنیم دیگر علاج نداریم، حدی اقل چه خیلی که پیشتر گفته بودیم سکوت کنید. نه اینکه راست میگوید حقیقت دارد، بر علا به چشم خود میبینند که این نفر در تمام عمر خود بجز شر و بدی به مردم نرسانیده بود. اون نفری که تو میشناسی کی باشد هم در تمام عمر اگر به تاریخ پیدایشش تا همین روز دیدی هیچ خیری از او دیده نمی شود. ولی باز هم میگیم نه خیرهای دیگر دارد، یا اینکه نه این انسان خوب است، او کی هم نباشد. یعنی این خودش خصیم بودن یا اینکه اهل دفاع بودن از خیانت می باشد. پس چرا حد اقل نمی توانیم سکوت کنیم وقتی که ما بر علیه یک خائن صحبت کرده نمی توانیم، یا اینکه تا اندازه دهان ما را بستن یا شرایط مساعد نیست، چرا ما اینجا حد اقل سکوت نمی کنیم تا اینکه طرفدار خائنان نباشیم. و این همه جوانهایی که در دانشگاه میخوانند، شاید صدای من برایشان برسد، خواهرکان عزیز، برادران 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله، و چشم خود میبینید که در کجا میخوانید. به خاطر آنکه تحصیل حق شما هست، شما باید به پول بخوانید، شما باید به اندازه استعداد خود، عقل خود، پیشروی خود در جایهای مناسب بخوانید. ولی اینقدر از شما پول میستانند، اینقدر حق شما را پایمال میکنند. پس از این با آن دیپلمی که با این همه خواری به دست آوردید نه جای کار پیدا کرده میتوانید، یا مرد کار میشوید یا سرباز دیگر. چرا اون همه را به چشم میبینیم؟ باز هم درباره یک برادر یا یک خواهر یا هر نفری که غم شما را میخورد، به خاطر شما از جانش میگذرد، به خاطر شما این همه طعنه را درباره عائله‌اش، فرزندهایش میشنود و تحمل میکند، به خاطر 2-3 سال دانشگاه خارج میشوید و در رو برای دوربین های خیانتکار، های این کار را نکن، های اون کار را نکن گویا نشسته صحبت میکنید. حداقل سکوت کنید، حداقل با بهانه بگویید که من نمیتوانم یا چیز دیگر. یعنی تا اندازه زمان به جای رسیده است که یخون فیه الامین، به چشمان خود میبینیم که اینقدر نفران امانتدار، اینقدر نفرانی که از دنیا فقط برای سوزشی که در دل دارن، عذاب وجدانی که دارن، نمیتوانند برابر این همه ظلم ساکت باشند، میبراین میگویند این نفر خائن است. و اون خائن بودن را هم همون نفران عادی، همون همصحبتان، ببخشید همون هموطنان ما میگویند، در حالی که اینها برای دفاع از شما، دفاع از پارچه‌ای که هر یک برادر و خواهر تاجیک دیگر جزئی هم دیگر هستیم، پاره از هم دیگر هستیم، صحبت میکنند. یعنی دفاع از خیانت، خیانت یک طرف استد که دیگر گویا که کشور ما سر از شوروی تا همین روز به خیانت عادت کرد و کشورهای پس از شوروی هم دیگر تقریبا امانت در آنجا وجود ندارد. به کدام نهاد نرفته، خب بیمارستان باشد، خب باغچه بچه ها باشد، خب مدرسه و مکتب باشد، به کجای نرفته در آنجا خیانت میبینید. پاره گرفتن خود خیانت است، دروغ گفتن خیانت است، اون چیزی که حق تو است برایت نمیدهند، اون چیزی که تو باید صاحب باشی به دیگر گران میدهند، این خیانت است. و این دیگر کشورهای پس از شوروی عادت کرده است و این گونه زندگی دارند. اما عجیبش این است که مصیبت بود وقتی ما در یک جامعه پر از خیانت زندگی داشتیم. از آن هم بدترین مصیبت این شد که ما اهل خیانت را اهل امانت میگوییم. دیگر کجا می رود انصاف و دیگر کجا می رود انسانگری؟ حالان که نه به دست و پا و حرکت های فیزیکی یا جسمانی، نه، فقط به زبان خود فقط می توانید سکوت کنید که نه من در این باره چیزی نمی گویم، نه من در این باره چیزی نمی نویسم.
اگر نوشتم هم بعد از آن را نیستش میکنم اگر اینقدر مجبور است. اما هرگز به نظر نمی رسد که اینقدر جوانهایی که اینقدر اکثریتی که میگویند من اینجا رو خواندم آنجا رو خواندم، یعنی ختم کرده این هستم و آن هستم، اینها همه مجبور باشند. شاید مجبور نیستیم ولی عادت کردیم، اینقدر خیانت رو دیدیم که گمان میکنیم زندگی خود خیانت است. اما برای آن که خیانت رو ما فرق کرده بتوانیم از اهل حق، حتما انسان باید بصیرت داشته باشد که متاسفانه با زیاد شدن این همه گناه، با زیاد شدن این همه ظلم و چشم پوشیدن از حقیقت، دیگر قلب ها کاملا قلف زده می شود و انسان نمی تواند حق و حقیقت را ببیند. و چیز دیگری که هست، خودم هم از اهل آن هستم، شاید برای همین و دیگر خواهرانی هستند، برادرانی هستند که چی از دین اصلی تاجیکستان دفاع میکنن، از حق مسلمانی دفاع میکنن، از قرآن و سنت دفاع میکنن و میگویند اون همه خرافاتی که در تاجیکستان است اون دین نیست. اون همه نفرانی که خود را اهل دین میدانند اما از دین صحبت نمی کنند و جز قصه و دو سه شعر و نمیدانم روایت های بافته شده انا اینها عالمان دین است. نگوید دین رو باید از صاحبش گرفت، از آنی که به کتاب دست زد، از آنی که در حقیقت از مصدرهای اساسیش گرفت. و این گونه برادران را یا با جرم سلفی یا با جرم دیگر اخوانی یا با جرم اینکه دیگر داعشی است، یعنی با هزار و یک جرم، این گونه برادرانی که میگویند نه این چیزی که میگوید خطا است یا ببخشید این چیزی که میگوید از دین نیست، یا زندان میکنن یا اینکه آنها را هم به عنوان یک خائن ملت میشناسند. و این چنین برادرانی که از دین نه، فقط از حقوق مردم خود دفاع کردنی هستند، از سرزمین خود و از حقوق شخصی خود دفاع کردنی هستند، چه برادران اصلاح باشند یا برادران 24 باشند یا هر مخالفی که هر نفری که خیلی که گفتم، او میخواهد که خیانت برداشته شود. او میخواهد که مردم اون چیزی رو که این چیز درست و امانت میدانند برای آنها آشکار کند که این طور نیست، شما خطا میبینید. آنها رو هم دیگر با جرم خائن بودن، با جرم خائن ملت بودن یا کنج زندان میکنن یا با هزار و یک تهمت دیگر نسبت آنها و نسبت اهل عائله آنها رو سیاه میکنن. این گونه برادران ما، این گونه خواهرانی که از حق دفاع میکنید، از حق دفاع نکنید هم حداقل میگوید من طرفدار این همه ظلم نیستم، من طرفدار این خیانت نیستم. که عجیبش این است که زمانی شد که اگر گفتید من طرفدار خائنان نیستم، من آن چیزی که با چشم خود میبینم که ظلم هست هرگز گفتن نمیتوانم که این درست است، دیگر شما را خائن میگوید. یعنی چه زمانی رسید شما برآمده میگوید که نه، کاری که میکنید خیانتی آشکار است، فریب است، دزدی هست، ظلم است، نابود کردن یک ملت است، نابود کردن ناموس مردم 10 میلیونه هست. میگویند تو خائن هستی. یعنی خائن شما با جرم چی؟ یعنی سبب خائن بودن شما این است که شما گفتید خیانت شما رو من نمیتوانم تحمل کنم، یا اینکه من طرفداری کردن نمیتوانم، یا اینکه من هرگز نمیتوانم سکوت کنم. میگویند تو خائن هستی. و این گونه خواهر و برادران که گاهی در حقیقت انسان در حیرت میماند که تا چه اندازه مردم باید به این بیسوادی رسیده باشد که چرا ما این رو خائن میگوییم. اینه که امروز میگویی این خائن ملت است یا این خائن دین است، مگر حق تو را خورد؟ مگر از تو پول طلب کرد؟ مگر به خاطر این کارش به جای رسید، قصر پوشید، فرزندش را به جای ماند؟ یعنی صاحب چی شد؟ تمام آنهایی که امروز از حق دفاع میکنند، چی دین باشد، چی فقط حقوقهای انسانگری باشد، خارج از کشور هستند. همون دو سه نفری که در داخل داشته مثل دلیر امام علی و دیگر برادران دیگر که دیدید که سرنوشت آنها چی شد. پس آیا به همون زمان رسیدیم که ما اگر ضد یک ظلم بر علا سکوت کنیم هم خائن هستی، تو باید طرفداری کنی، کفکوبی کنی. اگر کلمه گفتی دیگر کاملا حکم تو اعلان است که تو باید نابود شوی. اما این مسئله که امروز هست
که اینقدر نفران زیاد رو با جرم خیانت یا نابود میکنن یا هر روز سیاه میکنن و حتی نفران هم زیاده هستند که در مسجد ها در این باره هم صحبت میکنن. در خواهین ملت میگوید در داخل مسجد است، مسجد در حالی که جای اینقدر دروغ گفتن نیست. عزیزان، این رو باید بدانیم که اگر به سرنوشت علما نگاه کنیم، صحابگان نگاه کنیم، حتی صحابگان رو در زمان اموی از خلافت یزید شروع کرده تا مروان ابن عبدالملک و در آن زمان حتی صحابگان رو، آنهایی که با پیامبر نشسته بودند، آنهایی که به خاطر پیامبر جان خود را، مال خود را، حیات خود را از دست داده بودند، آنها را خائن گفته بودند. و من درباره قصه حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هم گفته بودم که وقتی گفتن من همکار ظلم نمیشوم، ایشان را داخل زندان کردند و لحظات واپسین عمر خود را در زندان گذرانیدند. پس هرگز نباید خواهر برادری که از حق دفاع میکند یا خواهری که میگوید اگر من در این باره صحبت کنم مرا خائن اعلام میکنند، یا حتی مادرم یا اهل بیت من مرا خائن میگوید یا شوهرم خائن میگوید چیزی دیگر، گمان نکنیم که این خائن گفتن تمام عمر است. اگر این گونه خائن گفتن ها حقیقت داشت و ریشه داشت، دیگر اون همه صحابگان، حتی علما، حتی صاحبان مذهب رو هم تا امروز میگفتند خائن است. ولی قانون پروردگار است، زمین از آن خالق یکتا است و در قرآن کریم این وعده الله هست که میگوید ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. زمین از آن الله هست و هر کسی را که خواهد پروردگار و این زمین میراثگیر میکند، یعنی پادشاهش میکند، حکم فرمایش میکند، هر کسی را که خواهد. شاید به خاطر امتحان کردن مردم، شاید به خاطر آنکه مردم خود لایق همین گونه انسان هستند، یا به خاطر شاید این است که مردم قدر آسایشتگی را بدانند، یا به خاطر نعمت دادن به مردم شاید یک عادل را بالای سرشان می آورد. این حکم الله است. هرگز گمان نکنید که از اراده پروردگار این حکم روایی ها در روی زمین خالی است و در این کارها پروردگار دخالت ندارد. اما در آخرش میگوید والعاقبة للمتقین. هر کس صاحب پادشاهی و ملک شود هم، هر کس مدت در این یا آن کشور یا در این و یا آن مکان حکم فرمایی کند هم، اما عاقبت کار، دوام کار و علل خصوص آخرتی که دیگر وقت در آنجا وجود ندارد، دیگر حیات ابدی هست، للمتقین، برای پرهیزگاران است، برای آنهایی هست که آنها از الله میترسیدند و به خاطر الله به خیانت و به فریب و به مال مردم، به حق مردم، به ناموس مردم هرگز چنگ نمی زدند. پس اینجا هر خواهر و برادری که شاید یک تسلای بنده باشد در مسئله رسانیدن حق با جرم خائن بودن، که من گفتم امروز خیلی اصطلاحی وسیع شده است که خائنان اصلی را، چه خائنان دین باشند که خیلی زیاد هستند و دربارش باید صحبتی داشته باشیم، و خائنان ملی مردم دیگر خود را دوستداری امانتدار اعلان کردند و ادعای همین گونه گویا که قبول کردند که والله علم شاید در دلشان چیزی دیگر هست. اما آنهایی که در حقیقت خادم دین هستند و با الله عهد و پیمان کردند، با خود عهد پیمان کردند که آن عمری که برای من هست که خیلی کوتاه است، من در غم دینی تو میگذرانم، و یا آنهایی که عهد و پیمان کردند که من برای کشور خود، برای حق حقوق هموطنان خود باید بگویم، باید کار بکنم، امروز خائن اعلام میشوند یا اینکه دشمن اعلام میشوند، حتما باید این آیت شعار آنها باشد یا شعار ما باشد که والعاقبة للمتقین. دنیا همین گونه دوام نمی کند، خواه و ناخواه بالای هر یک باطل روز حق پیروز می شود و شاید پس از مرگ ما باشد، شاید پس از مدت از گذشت زمان باشد، ولی تاریخ همش در جایش هست. تا همین روز آیا در کتاب خواندید که یک خائن رو در تاریخ این شخصی فداکار بود گویان اعلام کرده باشد؟ کتاب های تاریخی که از حقیقت میگوید.
و یا اینکه یک نفری که مثلا او در حقیقت برای دفاع و از آن که دوستداری ملتش بود، دوستداری حقیقی و آنی که فداکاری حقیقی میکرد، اون رو این نفر خیانتکار گفته باشن. به جرم خیانت کشته شد میگویند، اما در دوامش میگویند که از دست خائنان کشته شد، یعنی یا اینکه از دست خائنان زندان کرده شد. و اینجا چیزی دیگری هم باشد برای هر نفری که اینقدر به آسانی میگوید تو خائن هستی، اینقدر به آسانی میگویند اینها خائن هستند یا چیز دیگر، گمان نکنیم که با همین امروز با این گفتنها دیگر دنیا تمام شدنی نیست و ما همین گونه حاضر چگونه ای که جوان هستیم و زبان ما خیلی دراز و برا است دراز میماند و این چونین گمان نکنیم که دور و زمان همین روز چگونه ای که هست این گونه میماند. حتما باید به خاطر بیاوریم که پس از هر یک ظلمی که بالای انسانیت کرده می شود، عادلان بالای آنها می آیند، نفران می آیند که بر علیه ظلم می جنگند و یا بر علیه ظلم حرکت می کنند. در آن وقت حالت این گونه انسان ها چی می شده باشد؟ آنهایی که بر علا چگونه که گفتیم آسمان سیاه هست میگویند چقدر روشن است و آنهایی که آن همه مصیبت رو می بینند و میگویند ما در گل شکوفان زندگی داریم و مشکلی نداریم. پس این اصطلاح خائنی و این چونین شناختی خائنان که در حقیقت خائن که هست بصیرت میخواهد، سواد میخواهد و این چونین وجدان پاک میخواهد و البته که اینجا تفکر میخواهد. آنهایی که باید صاحب عقل باشند، تفکر کرده توانند، فکر کرده توانند که چرا به خاطر چی این نفره، هر کی هم باشد چرا این را چنین میگویند، مگر گناه این چی است، به من شخصا چی ضرر رسانید، به اهل عائله من چی ضرر رسانید، بعداً به جامعه چی ضرر رسانیده ایستاده است و هدفش چی باشد؟ هدفش مال ملک است که برای رسیدن به مال ملک چقدر الان راههای زیادی هست، از قمار شروع کرده تا اینکه چاپلوسی کردن و دیگر طرفداری این و آن شدن هست. شاید اینجا عقل بعضی هم محدود هست یا اینکه تا اندازه خیلی که گفتم انسان غرق گناه هست و غرق به انصافی هست که دیگر نمیتواند بصیرت داشته باشد و دیگر نمیتواند حق را ببیند. ولی همیشه برای اینکه انسان یا یک نفر حقیقت را ببیند باید درباره خود اولا فکر کند، بعدا درباره گذشته. آیا تا همین چند سال آخر یک نفر رو شنیدید که اهل عدالت است، در حقیقت آن نفر نه طرفدار ظلم است و نه طرفدار آن همه خیانت هست، او را به حالش گذاشتن که کارش را دوام دهد و گویا که به زمانی رسیدیم که در صید و شکار اهل امانت هستند. در هر کجایی که علل خصوص در همین کشورهای دیگر به غضب الله گرفتار شده که نمیدونم به سبب اینقدر گناه مردم باشد یا ابتلای باشد و الله اعلم، میبینید که در هر جایی که یک نفر پیدا میشود میگوید انا این انسان برای عدالت حداقل فقط میگوید، کاری از دستش ساخته نیست، فقط میگوید و گفته های او تا اندازه تاثیر به مردم میگذارد که مردم از تاثیر آن گفته ها هیچ چیز نکنن هم دیگر سکوت میکنن، دیگر زبان آلوده نمیکنن، دیگر برابر حق هیچ واکنش نشان نمیدهند. مدت نگذشته اون نابود می شود، علل خصوص در داخل تاجیکستان. در خارج باشد هم با این با آن او را سیاهش میکنند یا اینکه تا اندازه در اطراف علیه او مردم را جمع میکنند که اون نفر دیگر کار خود را پیش برده نمیتواند. برای همین در این مسئله باید آنهایی که اهل انصاف هستند، آنهایی که حداقل بالای ظلم یگان کاری کرده نتوانند هم سکوت کرده میتوانند، حتما باید کاری بکنند که به اطرافیان تاثیر گذاریم، نباید این گونه خاموش بمانیم. و عجیبش این است که به نزدیکی حدیثی خوانده بودم در مسند امام احمد بود، حدیث ابوبکر صدیق. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی شما گناه را میبینید، وقتی شما آن همه بی‌عدالتی رو هم میتوانیم بگوییم میبینید،
ولی سکوت میکنید، دیگر عذاب بالای همه شما نازل می شود. عذاب مخصوص این نفرهای معین نه، دست جمعی بالای همه شما عذاب الله نازل می شود و نمودهای عذاب خیلی زیاد است. شاید غم بغلی هست، از بین رفتن رحم و شفقت است، کسی به کسی دیگر رحم نمی کند، حتی اعضاهای عائله، و مسلط شدن دشمن هم هست که دشمن می آید و شما رو دیگر زیر تازیانه خود قرار می دهد و نبودن برکت و هزار یک آمدن بیماری ها هست. اینها پیدا می شوند در زمانی که اهل حق یا آنهایی که اهل انصاف هستند به چشم خود می بینند اما ساکت می مانند، چیزی نمی گویند. اگر گفتم معامله با او ویران می شود، اگر گفتم این دیگر به من کمک نمی کند، اگر گفتم مرا نابود می کنند، این دیگر مسئله اضطرار است یا مسئله گفته مجبور بودن هست که در اینجا می گویم در این الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، شما مکره بودید، مجبور بودید. اما اونهایی که فقط به خاطر نان خوردن یا به خاطر خانه را از دست ندادن یا به خاطر آنکه معامله ام با فلانی ثروتمند یا منصبدار ویران نشود، برابر ظلم چیزی نمیگوییم و تبسم میکنیم و گویا که دفاع از خیانت میکنیم، در اینجا بدانیم که عذاب الله بالای همه نازل می شود. یعنی فقط یک دو سه نفر نه، همگان در اینجا به عذاب پروردگار گرفتار می شوند. برای همین وقتی خیانت آشکار را دیدیم، چی در داخل خانواده خود، که درباره خیانت در داخل خانواده های هم شاید صحبتی داشته باشیم، اما در برنامه های آستانه که روز جمعه می گذرد که چگونه در داخل خانه خود گاهی می شود که شوهر خیانتی آشکار می کند یا زن خیانتی آشکار می کند یا عروس یا اینکه یک برادر خواهر، و چگونه با این گونه خیانت ها ما باید مبارزه بریم. یعنی وقتی خیانتی را در همنشین خود میبینیم، در همخانه خود میبینیم، در همسر خود میبینیم، در پدر و مادر، در هر جایی که میبینیم، حتما باید در این باره با کمترین چیز، حداقل ظاهر کردن ناراضگی، ظاهر کردن این که من از همین کار نفرت دارم، من از همین کاری تو خسته میشم، من با همین احوالی که تو داری من نمیتوانم مناسبتم رو با تو دوام دهم. حداقل این فضلی که از افول ایمان است در حدیث، که وقتی شما کاری را دیدید، منکری را دیدید و حداقل با قلبتون، با قلب خود گفتید من راضی نیستم به این کار، این ضعیفی ایمان است. حداقل با قلب خود باشد هم ما باید ابراز کنیم، ظاهر کنیم که ما به این چیز راضی نیستیم و این چیز حقیقت ندارد، ببخشید، و این چیز خیانت آشکار است و این چیز ظلم بر الله است و ظلم در همین دنیا هم بالای صاحبش مصیبتش را می آورد که هیچ ظالمی در این دنیا اگرچه با آن همه چهره های خندان و با آن همه گل و گل دسته و با آن همه توی و رقص بازی خودش را خوشنو نشان دهد، هم پر از نار جهنم در داخلش هست، با فرزندانی معتاد شده و به مواد مخدر دست میزده یا با دختران بیراه شده یا با همسری که در داخل خانهش دزدی میکند یا اینکه با دوستانی که اطرافش همیشه انتظار مصیبت او هستند گرفتار است. یعنی آنی که خائن حقیقی است و ظالم حقیقی است در دنیا هم آرامش نمییابد و آنهایی که دفاع از اینها میکنند، البته که اینها همدستی دارند و همدستی کردن در کار بد این خودش مثل برابر همان گناهش هست. برای آنکه وقتی درباره حرام بودن عرق یا حرام بودن مواد مست کننده پیامبر صحبت میکنند، پیامبر میگن 10 نفر در این عمل لعنت شده هستند، آنی که می نوشد، آنی که می سازد، آنی که می برد، آنی که راهنمایی میکند، یعنی تمام نفرانی که در این کار کمکش میکنند. هر گناهی باشد، آنهایی که در این گناه شریک هستند و همکاری میکنند برابر آن است. برای همین باید از عاقبت‌های یا پیامدهای بدی دفاع کردن از خائن و خیانتکاران در دنیا و این چنین از عاقبت‌های بدی تهمت زدن به نفران مبرات، تهمت زدن به نفرانی که خود اگر درست فکر کنید میدونید که آنها خیانتکار نیستند، آنها کاری که میکنند به خاطر اینکه برابر این همه ظلم ساکت نمانند یا از حق تو از حق دیگر دفاع کنند، شما میگوید
تو خائن هستی، تو میخوای این رو اون رو میخواهی. باید انسان کمی بیم و ترس داشته باشد برای آنکه جزای تهمتگران و این چنین جزای ظالمان در خود دنیا هم آماده شده است و صاحبش حتما تا آخر مرگش یا در دم مرگش یا شاید هنوز هم دیده ایستاده است ولی به دیگران هرگز وانمود نمی کند. و این بود عزیزان برنامه امروزه من همراه شما، با امید آن که توانیم حداقل چیزی گفته نتوانیم هم برابر خائنان سری رضایت یا تبسمی که گویا که کار شما درست است نشان ندهیم و مردم سرزمین ما، خواهر و برادران عزیز تاجیکستان، چی در داخل هستید چی در خارج هستید، خودتان بشناسید که خائن کی هست و وفادار کی هست، خائن ملت کی هست، دشمن ملت کی هست و دوستدار ملت کی هست. شمایان بتوانید جدا کنید، بتوانید بشناسید و پروردگار بصیرت به یکایک ما بدهد. شمایان را به الله یگانه میسپارم و امانت پروردگاری که امانت ها رو خیانت نمی کند. تا برنامه های دیگر در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.